ماه شریف رمضان به آخر می رسد و چند روز بیش نمانده است و در اصل این عمر ماست که می گذرد و هیچ کس تا سال آینده ضمانتی بودن را ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی بر منبر بالا گردید و 3 بار آمین گفت. هنگامی که پایان شد، اصحاب کرام پرسیدند که ای رسول خدا، چرا 3 بار آمین گفتید؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند جبرائیل علیه السلام آمد و گفت هر کسی که ماه شریف رمضان را دریافت و گناه‌های آن بخشیده نگردید، خاک بر بینی آن باد. این کنایه از بسیار زیان و ضرر دیدن است. بگو آمین. من گفتم که آمین. و گفت هر کسی که در نزد اون نام تو گرفته می شود و او بر تو درود نمی فرستد، آن بسیار زیان و ضرر بیند. بگو آمین. من گفتم آمین. و هر کسی که پدر و مادر را در کهنسالی دریابد یا یکی از آنها را و گناه‌های آن بخشیده نگردد، زیان و ضرر زیاده بیند. بگو آمین. و من گفتم آمین. شب‌های طاقی که مانده است، شب‌هایی است که در آن فرصت است برای جستجوی شب لیلة القدر، شبی که بهتر از 1000 ماه است، شبی که در آن قرآن نازل گردیده است. حضرت جبرائیل علیه السلام و گروه از ملائکه ها نازل می گردند و با خود برکت و رحمت را فرود می آورند. شبی که در آن یک رکوع کردن بهتر از 84 سال رکوع کردن است و یک سجده آن بهتر از 84 سال سجده کردن است و یک اشک ریختن از ترس خدا بهتر و بیشتر از 84 سال اشک ریختن است و یک صدقه کردن در این شبی بزرگ بیشتر و بهتر از 84 سال صدقه کردن است. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را می پرسد و می گوید که ای رسول خدا، اگر این شب را دریافتم، شب لیلة القدر را دریافتم، چی بگویم؟ چی دعا بکنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بگو اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ای پروردگارا، تو بسیار بخشاینده و سخاوتمند هستی، دوست می‌داری بخشیدن را، پس ما را ببخش.